درود به دوستان عزیز. دوستان، میخوایم یک موضوع بسیار مهمه که و حیاتی که نیاز لحظه لحظه زندگی تمام بشر هست اینجا به میان بذاریم. عزیزان من، جهانی که ما تویش زندگی میکنیم هر لحظه در حال انکشاف و بزرگ شدن هست. از هر بعد که ما بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که اکتشافات، اختراعات و نوآوری ها در جهان هر لحظه در حال گسترش هستند. عزیزان من، همین طوری که جهان باید در حال نوآوری باشه، انسان ها وظیفه دارند که برای کیفیت زندگی بشر نوآوری جدید داشته باشند. دوستان، جهانی که ما در آن زندگی میکنیم یک جهان دو قطبیه و این بدون شک در قسمت ظاهر این جهان پیشرفت‌های عمیق و خیلی گسترده و بزرگ درست شده، اما یک نیمه پنهان این جهان و وجود ما و جهان ما از دید بشریت پنهان مانده و این یک اکتشاف جدیده که ما اینجا بهش دسترسی پیدا کردیم و نیاز لحظه لحظه هر فرد در زندگی هست که بر این راست پی ببره. تو این کانال و تو این آموزه ها عزیزان، ما تصمیم گرفتیم که اون اکتشاف جدیده که در اون راستا ما معلومات و دانش اونو داریم با عزیزان ما به اشتراک بذاریم. عزیزان ما، جهان ما یک جهان دو قطبیه. ما از نگاه ظاهری همه چیز رو در حال مشاهده و اینه که از نگاه فیزیکی وجود دارن، اونا را داریم مشاهده میکنیم، میبینیم، لمس میکنیم، احساسش میکنیم و در مورد اونا تصمیم میگیریم. ولی بیایم ببینیم که این جهان ما یک جهانی هست که یه باطن هم داره و وجود ما همونطوری که یه ظاهر داره اینقدر زیبا، حتما یک باطن هم داره. این وجود زیبا، این فیزیک زیبای ما شما، بیاییم اون نیمه پنهان وجود ما را، نیمه پنهان جهان ما را و نیمه پنهان این عالم ما را دریابیم. بیایم اینو به اکتشاف این برسیم. بیایم این دانشی که در اونجا نهفته و عالم ما رو در بر گرفته، این دانش پنهان رو از نیمه پنهان یا همون باطن وجود خود ما یا باطن عالم هستی، اینو بیاریم و وارد زندگی ما بکنیم. عزیزان من، در جهانی که ما زندگی میکنیم اگر کم و کیف زندگی یعنی کمیت و کیفیت زندگی ما متعادل نشه، این زندگی هرگز بر وفق مراد انسان نخواهد بود. مثل این که یک انسان نیاز به 2 پا داشته باشد ولی یکی از پاهای اون از کار بیفتد، میبینیم که یا با آسا باید را بره و یا باید بلنگه. ما در دانش بشری اگر به دانش ظاهری جهان واقف هستیم، بهش دسترسی داریم، در اون اکتشافات و اختراعات داریم، چرا در باطن جهان و در باطن وجود خود ما این کار رو نداشته باشیم؟ برای این اتفاق افتاده که ما بیخبر بودیم، ما رو آشنایی با باطن نداشتیم، با ذهن یا هوش انسان هیچ آگاهی نداشتیم. هیچگاه انسان از خودش نپرسیده که هوش از چی تشکیل شده و از کجا میاد. هر جز یک کل داره. اگر فیزیک ما از نگاه فیزیک از خاک و آب و اینا تشکیل شدیم، پس هوش ما از چی تشکیل شده؟ این هوش ما آیا از جنس کیفیته؟ اگر از جنس کیفیته، این جزء در وجود ما کلش در کجاست؟ آیا میشه ما به این کل دسترسی پیدا کنیم؟ آیا میشه به این عظمت لایتنایی که در باطن وجودی ما قرار داره باش یک رابطه عمیق درونی داشته باشیم و هر لحظه ازش استفاده کنیم؟ بله، بدون شک این شدنیه. این راز را ما میدونیم و به راحتی میتونیم در اختیار عزیزان قرار بدیم. ولی عزیزان، فعلا به شکل کلی در اینجا ما میخواییم که بحث های داشته باشیم، نظریات ما رو ارائه بدیم اینجا و اینا نظریه نیستن، اینا حقیقت های پشت پرده ای هستند که تا امروز پنهان موندن. ما در لحظه لحظه از اندیشه هایی که اینجا رو میکنیم، از دانش باطنی که رو میکنیم اینجا برای عزیزان آموزش میدیم، اونا در لحظه قابل اثباتن. چیزی نیست که ما بگیم که امروز شما اینو
یاد میگیریم ولی فردا این جواب میده. نه، در همون لحظه که شما به این آموزه ها دسترسی پیدا میکنید، در همون لحظه به حقیقت این مورد پی میبریم و میدونیم که این یک حقیقت محض هست و این واقعیت های جهان ما توسط اون حقیقت باطنی وجود ما و باطنی این عالم هستی تشکیل شده و اینجاست که ما باید چیکار کنیم؟ بپیوندیم به اونجا، وجود ما را غنی سازی بکنیم، کیفیت وجودی ما را بالا ببریم و اونجاست که از اون منبع عظیم و لااعتنایی هوشی که در آنجا به شکل بالقوه قرار داره، اون از طریق ابزارهای درونی وجود خود ما به فعل تبدیل کنیم در زندگی روزمره خود ما. موفق و پیروز باشید و به ادامه این بحث ها ادامه خواهیم داد. موفق باشید.